مرکز مطبوعات پروکراتورای گنرالی تاجیکستان روز 5 دکابر با نشر یک حسارت ویژه خبر داد که اودی نایف مامورات شریفوویچ سال تولدش 1962 ساکن ایسار معاون رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکراتی تاجیکستان با اتهام اوباشی و تهدید و زورآوری و سخنهای قبیح نسبت به نمایندگان حکومت دولتی دستگیر شده است. دادستانی گفت مامورات اودی نایف همراه همسر سابقش و پسرش روز 29 اکتبر در صحن کمیساریات حربی شهر ایسار به سبب به خدمت حربی دعوت شدن پسرش اودی نایف حاجی اکبر دیده و دانسته در مدت تخمینا 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده به آگاه نمودن نمایندگان حکومت دولتی اعتنا نکرده این کردارهای غیر قانونی خود را خودسرانه ادامه داده نسبت نمایندگان حکومت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. دادستانی گفت نسبت به اودی نایف بر اساس ماده 237 با اتهام اوباشی گروهی و نشان دادن مقابلت به نمایندگان دولت پرونده آغاز کرده او را روز 5 دکابر دستگیر و به دادستانی حصار دسترس کردند. مامورات اودی نایف تقریبا 2 هفته پیش در پی دعوتش به گردهمایی اعتراضی در مرکز دوشنبه بیدرک شد. سر و صداهای برخاسته بود که او دستگیر گردیده تحت شکنجه قرار دارد، ولی رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 4 دکابر گفت اودی نایف هنگام کوشش بازداشتش از خانه فرار کرده است و حالا در یک مکان پنهان شده تبابت میگیرد. ظاهروف گفت اودی نایف پایلوش فرار کرده است و به این دلیل پایش آسیب دیدند. ظاهروف روز 5 دکابر خبر داد که معاونش را ساعت 11 دستگیر کردند.